این اولین آموزش ولنتاین امساله که خیلی هم آسون و خوشمزه است. نه فر میخواد نه همزن. کافیه که کره، شکر و آب رو روی حرارت بذارین تا کره ذوب بشه. بعد آردو بهش اضافه کنین، مدام هم بزنین تا آردتون کاملا ترکیب بشه و خمیرتون جمع بشه. حالا خمیر رو توی یه کاسه بزرگتر بریزین و بذارین کاملا خنک شه. وقتی که خنک شد تخم مرغاتون رو آروم آروم بهش اضافه کنین و هم بزنین تا به همچین بافتی برسین. حالا اونو توی قیف بریزین و بعد هم روی کاغذ روغنی هایی که جدا جدا برش زدین به شکل قلب ماسوره بزنین. حالا بذارینش داخل فریزر برای نیم ساعت تا 1 ساعت بمونه. بعد هم از کاغذ روغنی جدا کنین و توی روغن کاملا داغ سرخ کنین. حالا توی ترکیب دارچین و شکر بزنین و در آخر هم باکستون رو هر شکلی که دوست داشتین تزیین کنین. یه مقدار شکلات هم کنارش بذارین و دیگه تمام. امیدوارم که دوستش داشته باشین.